اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، همونطوری که خدمتتون عرض کردم با افتخار از امشب محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حاج ابوالقاسم دولابی عزیز هستیم که با اجازه شما من خدمتتون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. آقا سلام، خیلی خوش آمدین. چقدر خوشحالم از زیارتتون. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز و بنده هم خوشحالم از زیارت جناب. زنده باشید، محبت دارید. آخرین بار کربلا شما رو زیارت کردم و حالا اینجا و انشاءالله که بتونیم توی این شب‌ها که خدمت شما هستیم استفاده کنیم. مخصوصا یه موضوع خیلی مهمی هم که عرض کردم خدمت مردم، موضوع برنامه‌مون استقامت هست از نگاه قرآن و در قرآن در واقع یک موضوع خیلی مهم و کاربردی و اساسی که مردم ما خیلی باش آشنان توی این سالها و مردم مظلوم دنیا که حالا این روزها شاهد هستیم. آقا از هر جا صلاح میدونین شما شروع بفرمایید. حتما فکر میکنم بد نباشه قبل از که وارد قرآن بشیم یه تعریفی اول بدونیم استقامت. مثلا چون یه کلماتی داریم مثل ایستادگی، مثل پایداری، شکیبایی، بردباری، نمیدونم اینها تفاوت داره نداره، همیناست. اگه صلاحتون هست ان شاء الله. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. ما معتقدیم قرآن کتاب استقامت. اصلا قرآن آمده است برای افزایش استقامت. استقامت از نظر ادبی از باب استفعال هست. درست. و ماده اصلیش قومه به معنای قیام و ایستادن هست. منتها وقتی به باب استفعال میره نوعی تلاش و مجاهده برای رسیدن به اون ماده درش اشراب شده. درست. استقامه یعنی تلاش کرد که سر پا بایستد، تلاش کرد که به زانو در نیاید. استقامت یعنی تلاش برای ایستادگی. استقامت یعنی تلاش برای مقاومت، تلاش برای عدم توقف، ادامه مسیر. حالا قیام و ایستادگی نقطه مقابلش چند چیزه. یکیش توقف، نشستن، قعوده. بعضی از حرکت باز می ایستن، خسته میشن، به زانو در میان، کم میارن. یکیش پرهیز از انحرافه. انسان در مسیر راست و در مسیر مستقیم بایستد و دچار انحراف و اعوجاج نشود. اینم استقامته. اینم تلاش برای ماندن و قائم بودن در مسیر. اینم از در واقع لوازم استقامت. پس یه جوری ما روزی 10 بار از خدا میخوایم که ما استقامت داشته باشیم، چون اهدنا الصراط المستقیمی که میگیم اونجا استقامت البته میتونیم تعبیر بکنیم، ولی به این معناست که راهی است که این راه اعوجاج درش نیست. اون استقامت صفت راهه. اما اینجا تو سوره مبارکه عرض کنم که تکویر صفت انسان هاست. درسته. اونجا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، راهی که آن راه مستقیم است، یعنی راهی که دچار انحراف و اعوجاج نشده، راه راست. درست. اما اینجا تو سوره مبارکه تکویر ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. کسی که میخواهد استقامت بورزد، کسی که میخواهد مستقیم باشد یعنی رو پای خودش وایسه. کسی که میخواد وابسته نشه، کسی که میخواد عرض کنم خدمت شما دستش مقابل دیگران به گدایی دراز نباشد. اگر یه خورده بخوام ترجمه رو آزادتر بکنم و قدری راحتتر صحبت بکنم، کسی که میخواد آقا باشه، کسی که میخواد عزیز باشه، کسی که میخواد ذلیل مردم نشه. قرآن به ما یاد میدهد چگونه در مسیر استقامت بمانیم، به زانو در نیاییم و تسلیم زورگویی های شیاطین انس و جن نشویم. شیطان همه تلاشش اینه که ما را از مسیر بندگی خدا منحرف بکنه. درست. یا از استقامت در این راه ما رو
باز بدارد و یعنی این دوتا رو منع کند. نقطه مقابلش در نظر گرفتین، یکی توقف، بله، یکی انحراف. این دوتاست. بله بله. خب حالا قرآن میگه من مایه تذکر برای همه جهانیانم. بعد میگه لمن شاء منکم ان یستقیم، برای اونایی که بخوان تو مسیر بمونن و استقامت بورزن. خب اینجا یه سوالی مطرحه که قرآن بالاخره برای همه است یا برای یه عده خاص؟ جواب اینه که هر دوش درسته. کتاب هدایت برای همه، اما اون کسانی که از این کتاب بهره ببرند به صورت خاص این کتاب به اونها نفع میرسونه. ولذا ماها مسلمان ها که این کتاب ماست باید به شکل ویژه از این قرآن برای استقامت ورزیدن بهره ببریم، برای اینکه بتونیم در این دنیایی که زورگویان اطراف و اکناف این عالم رو پر کردن مقابل اونا بایستیم، رو پا خودمون بایستیم. این مفهوم استقلال و این واژه استقلال که مفهوم مقدس و ارزشمند هست و در ادبیات انقلاب اسلامی دیگه در ذهن و فکر و جان همه جوانان و نوجوانان این کشور نقش بسته، این ریشه در همون استقامت داره. یعنی کسی که اهل استقامته به استقلال میرسه، از وابستگی نجات پیدا میکنه. ما ایرانی ها بیشتر باید، ما مسلمان ها بیشتر باید به قرآن برای رسیدن به عنصر ارزشمند استقامت پناه ببریم و توجه بکنیم. خب من اگه اجازه بفرمایید چند تا نکته درباره فضای کلی این سوره تکویر عرض بکنم. میفرمایید. فقط من داشتم فکر می‌کردم که تو هر دو ساحتش به نظرم در دین حرف هست، هم در تو ساحت فردیش استقامت در زندگی فردی، هر فردی در مسیر زندگیش، هم در ساحت زندگی اجتماعیش. اصلا کلا ارزش‌های اخلاقی نوعاً اینجوریه. یعنی در هر دو ساحت باید مورد ارزیابی قرار. مثلا جود و بخشش. یه جود و بخشش شخصیه. مثلا بنده به همسایگانم یا به بستگانم کمک‌هایی میکنم، جود دارم، بخشش دارم. یه جود و بخشش ملیه. یک ملتی اهل گذشته است و از خود میگذرد برای کمک به دیگرانی که نیاز به کمک او دارن. مثلا شجاعت. یه وقت هست من در دفاع از حق خودم شجاعم، مقابله دزدی مثلا ایستادگی میکنم. یه وقت شجاعت ملی است. ملتی، امت اسلام در برابر زورگویی ها، در برابر غصب، در برابر جنایت می ایستد. شجاعت در مقیاس امت سنجیده. و استقامت هم همینطوره. یه استقامت فردیه. من، شما، هر بیننده ای باید تلاش بکنیم که ننشینیم از پا و از حرکت نایستیم و انحراف هم پیدا نکنیم. یه وقت استقامت در سطح کلان و مقیاس کلانه. که کشور باید استقامت کنه، استقامت بورزه، کشور تو مسیر باشه، کشور در مسیر قله باشه که به تعبیر رهبر عزیزمون فرمود نزدیک قله ایم. یعنی تو مسیر مستقیم حرکت کردیم، استقامت ورزیدیم و رو پای خودمون ایستادیم، منحرف نشدیم و به قله نزدیکیم. سوره مبارکه تکویر که این آیه درش آمده از سور مهم قرآنه، از سور مکی قرآنه که خدای متعال برای اینکه به مسلمان ها قدرت استقامت ببخشه، اونم در شرایطی که مسلمان ها در سخت‌ترین شرایط به سر می بردن، شکنجه ها، تحریم ها، تهدیدها، محاصره اقتصادی، شعب ابی طالب و جنایت هایی که در حق این مسلمانان مظلوم به وقوع می پیوست که امروز هم ما البته پیش چشممون داریم یک صحنه از جنایت در حق مسلمان ها رو در غزه مشاهده میکنیم. این مسلمانان مظلوم غزه که با چه وضع فجیعی توسط این رژیم سفاک به خاک و خون کشیده میشن. خب صحنه مشابه دیگه، صحنه مظلومیت، صحنه از یک طرف جنایت های کم نظیر، از طرف دیگه مظلومیت فوق‌العاده که البته با اقتدار همراهه. در صدر اسلام هم همینطور بود. پیغمبر مکرم اسلام اصحابشون قدرتمند بودن، مظلوم مقتدر بودن و لذا تونستن یه حکومت تشکیل بدن، تونستن
بعد از مدت کوتاهی همین مکه‌ای که زمانی شکنجهگاه مسلمان ها بود رو فتح کنند. نه تنها مکه، تونستند کل جزیره العرب رو فتح کنند. تونستند شعاع اسلام رو به سرتاسر کشورهایی که امروز از اونها با عنوان جهان اسلام یاد میکنیم منتشر کنند. پس اینا در اینی که مظلوم بودن ولی مقتدر بودن، ولی با تدبیر عمل کردند و به خاطر همین تونستند نه تنها دشمنانشون بلکه دوردست ها رو هم فتح کنند. راه و رمز غلبه اونها بر اون مشکلات همین قرآن بود، همین آیات نورانی بود، همین سوره هایی که ماها هم شبانه روز اینها رو گاهی میخونیم، گاهی حفظ هستیم و احیانا توجه به مفادش نداریم، که من به برادران عزیزمون در فلسطین عرض میکنم اونها هم باید خودشونو بگذارن جای مسلمان های صدر اسلام در شعب ابی طالب. مسلمانان غزه خودشونو بگذارن به جای مسلمان هایی که در صدر اسلام شکنجه های سختی شدند، اما با صبر و بردباری و استقامت مکه رو فتح کردند. وعده خدا در قرآن هم هست که بعد از صبر و استقامت بالاخره امدادهای الهی و ترس ها کنار میره و حزن ها کنار میره و اینا برکات این استقامت. بله. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر صبر کنید و تقوا به خرج بدید، نقشه های دشمنان تأثیری بر شما نخواهد گذاشت. بله ممکنه شهید بدیم، ممکنه عده‌ای از ما مجروح بشن، جانباز داشته باشیم، عده‌ای حتی اسیر بشن، اما در نهایت پیروزی با کسانی است که تو این مسیر استقامت می‌ورزند. لذا من آینده فلسطین رو آینده خوبی می‌بینم، چون اونها مسلمانند و اونها به این آیات نورانی قرآن توجه دارند. چون هم مسلمانند و هم توجه دارن و هم دارن واقعا عمل میکنن به این توصیه قرآن که استقامت کنید و قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دارن انجام میدن دیگه. و بعد حتما حمایت خدا رو، فرشتگان رو، نمیدونم ادامه آیات هست شما بهتر میدونید. ما یه فاصله بگیریم برگردیم دیگه، هر جور شما صلاح دونستی اینا رو تکمیل بفرمایید. مباحث بسم الله بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو همین فاصله داشتم به این موضوع که اول برنامه اشاره کردم فکر می‌کردم که حالا این مقاومتی که توی منطقه شکل گرفته قطعاً یکی از مهمترین برکات انقلاب اسلامی ایرانه که بر اساس فرهنگ مقاومت و اینا اصلا شکل گرفت و مردم ما واقعاً 8 سال دفاع مقدس مقاومت کردن، جبهه رزمنده هامون، نتیجهش رو دیدیم، بالاخره استقلالی که داریم و امنیتی که داریم و این. و خب حالا اون اتفاق هم که داره توی غزه میفته شما فرمودید، چون تو مسیر درست قرآنیش داره طی میشه، بزرگان ما از طاقم وعده دادن نتیجه و پیروزی قطعاً با مظلومین و مستضعفان و مسلمان هست انشاءالله. بله احسن برش مخلصی. عرض کنم که در ابتدای این سوره خدای متعال یاد قیامت رو در ذهنها زنده میکنه. یکی از اسرار استقامت ورزیدن مسلمان ها همین یاد قیامته. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت، حتی میرسه و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. مردم بدونید به قول ماها همیشه در روی یک پاشنه نمیچرخه، این اوضاع عوض خواهد شد، عالم دیگری در پیشه، در اون عالم اتفاقاتی رخ میده، تک تک این مظلومیت ها اونجا مورد حساب و کتاب قرار میگیره. اگر یک دختر بچه مظلومی، کودک مظلومی کشته شد و مظلومانه مدفون شد زیر خاک، فردای قیامت خدای متعال در مورد او سوال میکند و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت، به چه گناهی این کودک کشته شد؟ فردای قیامت سوال میشه به چه گناهی این کودک 6 ماهه 5 ماهه، حتی من دیدم تو تصاویر، ببخشید حالا بالاخره شرایطی است که آدم نمیتونه این صحنه ها رو نادیده بگیره. همینطوره. دیدم یه کودکی زیر بمباران کشته شده بود که تازه متولد شده بود و هنوز اسم براش تعیین نکرده بود و هنوز شناسنامه براش نگرفته بود. خب و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت، بچه چه گناهی کرده بود؟ این آیات
امید میده به انسان، آرامش میده. لذا مادری که بچهش زیر خروارها خاک مدفون شد و از دنیا رفت، یه آرامش خاطری داره که یه روزی میرسه دوباره بچه‌م به من برمیگرده و من دوباره این بچه رو در آغوش میگیرم و در اون روز خدای متعال به حساب این قاتل و این ظالم خواهد رسید. اون چیزی که به ما مسلمون ها قدرت ایستادگی میده، یکی از اصلی ترین عناصرش اعتقاد به معاده. چون اعتقاد به معاد داریم از شهادت نمی ترسیم. چون اعتقاد به قیامت داریم و اعتقاد به پاداش خداوند متعال داریم، برای شهادت حتی بسیاری از جوانان مؤمن بر یکدیگر سبقت میگیرن، چون شهادت رو اوج افتخار و سعادت میدونن. نابودی و نیستی و تمام شدن نمیبینن. این قرآن به ما یاد داده که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. لذا این کتابی است که اگر انسان باش انس گرفت میتونه به استقامت کامل برسه. تو این آیاتی که من اشاره کردم میفرماید فأین تذهبون، کجا دارید میرید؟ کجا میرید؟ اصلا بهتر از قرآن چی میتونید پیدا کنید؟ کدام درس اخلاقی زیباتر و اثرگذارتر از قرآن میتونید پیدا کنید؟ کدام متن اثرگذارتری از قرآن میتونید پیدا کنید؟ یه عزیزی میگفت در امریکا، کسی سالهای قبل رفت در یک کتاب فروشی، گفت یه کتاب میخوام برای تربیت اخلاق. فروشنده نگاهی کرد به سر و وضع این آقا، دید انگار مسلمانه. گفت شما مسلمونی؟ گفت بله. گفت من از شما تعجب میکنم، شما مسلمون ها قرآن دارید، دنبال کتاب برای تربیت اخلاقی میگردی؟ چی بهتر از قرآن؟ قرآن از انسانهایی که گاهی به خاطر یه دونه عرض کنم که یه مقدار علفی که شتر اون قبیله آمده است در این قبیله خورده و جنگ در گرفته، کشت و کشتار شده و 40 سال با هم می جنگیدن، آدمایی ساخت که جونشون رو فدای همدیگه میکردن. قرآن معجزه میکنه، در این مدت کوتاهی میتونه اصلا یه انقلاب فرهنگی برپا کنه. قرآن میتونه از یه امت کوچک، امتی که به حسب ظاهر ضعیفه، زیر سخت‌ترین تهدیدها و تحریم‌ها هست، یک امت قدرتمند بسازه. امت اسلامی که امت قوی است، امتی که کسی نمیتونه در برابر این امت قد علم بکنه اگر به این کتاب پایبند باشه. لذا میگه فأین تذهبون، کجا میرید؟ ان هو الا ذکر للعالمین، این کتاب تنبه برای شما. لمن شاء منکم ان یستقیم. البته بعدش هم بلافاصله میگه و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. اینم بدونید همه کار دست خداست. اگر یه وقتی هم با این قرآن تونستید به جایی برسید، فکر نکنید خودتون بودید، چون تصور این که ما خودمون به پیروزی رسیدیم نقطه آغاز شکست شماست. در هر لحظه باید بدونید خودتون نیستید، خداست و این خداست که شما رو داره راهبری میکنه. در یه جمله میخوام عرض بکنم عقب نشینی از آموزه های وحیانی افیون ملت های مسلمان است. ملت های مسلمان اگر از این آموزه ها عقب نشینی کردند، روز به روز بدبختر، بیچاره‌تر، دچار قعود و درماندگی و رکود و عقب ماندگی میشن. و ما متاسفیم برای بعضی از کشورهای اسلامی، برای بعضی از حکام مزدور و خودفروخته کشورهای اسلامی که اسم خودشون گذاشتن مسلمان. اما شما میبینید در همین ماجرای غزه، کمک به مسلمانان غزه که نمی کنند بماند، کمک به رژیم صهیونیستی می کنند. هواپیماهای خاصی که از پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای اونها بلند میشه، میره مسلمانان غزه رو گاهی بمباران میکنه. موشکی رو که مثلا یک گروه مقاومت به سمت اسرائیل میزنه، بعضی از این کشورهای بظاهر اسلامی این موشک رو هوا منفجر میکنن که به صهیونیست‌ها نخوره و اصابت نکنه. این روحیه یعنی همین فرار از قرآن. قرآن میگه بایستید مقابل دشمنتون، نترسید، لا تخافوا ولا تحزنوا. بله، قرآن میفرماید که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خدا با دست شما اینها رو عذاب میکنه.
بایستید نترسید. خدا میگه ولا ینصرن الله من ینصره، اگر بیاید به کمک خدا، خدا به کمک شما میاد. مشکل اون باور است دیگه. باور نیست. باور نیست. همین تعبیر قرآن فاین تذهبون، کجا دارید میرید؟ کجا بهتر از قرآن؟ چه کتابی بهتر از قرآن؟ حالا من اگه اجازه بفرمایید، این سربازای اسرائیلی یک دو تا کلیپ من ازشون دیدم توی فضای مجازی، میگفتن بابا شما نمیدونید که برگشتن با یه حال روحی بد، چیزی داره تعریف میکنه، میگه بابا اونجا ما با انسان نمی جنگیم، اینا روحن، یه دفعه ظاهر میشن یه دفعه پنهان میشن. اینو تو جنگ‌های قبلی هم از زبون سربازای صهیونیستی ما شنیده بودیم، جنگ 33 روزه و اینها. من یادم این قرآن خودمون میفتم، بابا وعده خداست، میگه کسی که استقامت کنه تتنزل علیهم الملائکه، یعنی ملائکه برش نازل میشن، امداد میکنن، کمک میکنن. ببینید حالا من یکی دو تا جمله از مقام معظم رهبری تقدیم بکنم که ایشون به اعتقاد من از همون کسانی است که در سایه توجه به این قرآن تونسته به این قدرت مقاومت در برابر مستکبران شرق و غرب و عالم برسه. این ایستادگی که رهبر عزیز ما داره و اگر میبینیم در عرض کنم که در همه جای کشور شما این روحیه استقامت رو دارید مشاهده میکنید، این سرریز روحیه استقامت رهبر عزیزمون هست که حقیقتا داره کشور رو رهبری میکند، حتی در همین ابعاد معنوی و اخلاقی. این دفاع مقدس که یکی از بزرگترین افتخارات ما بود، جلوه استقامت بود. همینطور حضرت آقا میفرماد این دفاع مقدس از بزرگترین افتخارات ملت ایران بود. همه دنیا، ناتو، کشورهای بلوک شرق، خود امریکا، کشورهای مرتجع منطقه با هم همدست شدند، به عراق کمک کردند و به ایران فشار آوردند، اما نتوانستند یک وجب از خاک این کشور را اشغال کنند. این عمل به قرآن بود که تونست ما رو در برابر حجمه 40 کشور سرپا نگه داره و امروز قدرتمندتر از هر روز گذشته در طول 40 و چند سال قبل هست. ما وقت برنامه تموم شد. اونایی که دفاع مقدس رو رقم زدن آجا مرید کی بودن؟ مرید کسی بودن که او خودش مظهر استقامته. امام رضوان الله تعالی اون آیه‌ای که باعث شد ایشون انقلاب شکل بدن، انتقوم لله مثلا، اصلا آیه قیام دیگه، یعنی استقامت و قیام و دیگه مفاهیمی که فرمودید ریشه از اونجا گرفته در همون قیام. و چه برکتی کرده این گروه‌های مقاومت که اسم مقاومت، اصلا این گروه‌های مقاومتن در حال استقامت تو منطقه، از برکات انقلاب. خیلی خوشگل شد، بس حیف وقت تموم شد. ان شاء الله اینو موکول می‌کنیم به این حرارت رو حفظش بکنیم، توی برنامه بعدی از شما بشنویم و حذف ببریم. عوامل ندارین؟ قربان شما، مخلص شما هستیم. اجرتون صاحب قرآنی کردید. مخلص. خیلی ممنونم که برنامه خودتون تماشا کردید. 162 رو یادتون نره، روابط عمومی سازمان. التماس دعا. یا حق. خداحافظ.